کاپیتان فضلالدین نظرزاده سابق ناظر منطقوی جماعت رودکی نویه وخش که ماه پیش با جرم سوء استفاده از مقام به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود، هفته گذشته در بازداشتگاه شهر بختر خودکشی کرده است. سبب خودکشی او معلوم نیست، ولی یک منبع پایگاه خبری بامداد خبر داد که کاپیتان نظرزاده در عرفه انتقالش در محبس دست به جان خود زده خود را در حجره بازداشتگاه به دور کشیده است. بنا به اطلاع همصحبت بامداد، فضلالدین نظرزاده را روز 24 مارس در زادگاهش شعبه سیوم سفخاز تکنیکوم به نام فیضعلی سعیدوف نویه کوشانیان به خاک سپاریدند. فضلالدین نظرزاده 38 سال و 3 فرزند داشت. فضلالدین نظرزاده سال 1983 در همین شعبه سیوم سفخاز تکنیکوم به نام فیضعلی سعیدوف به دنیا آمده. همسبق کوگانوف سابق کمیسر حربی ولایت ختلان بود. او سالهای زیاد در مقامات میلیسا کار کرده، اخیراً ناظر منطقوی جماعت رودکی نویه وخش بود. به گفته منبع بامداد، فضلالدین نظرزاده ماه آگوست سال 2021 با اتهام پس‌طبع کردن یک ساکن نویه وخش با مقصد از وی پول کلان کندن دستگیر شد. نفری که کاپیتان نظرزاده برای پس‌طبع کردن آن ساکن وخش انتخاب کرده بود، از اجرای سپارش این افسر میلیسا ترسیده به دادستانی خبر داد و کارمندان دادستانی ولایت ختلان نیم سال پیش هنگام به دام افتادن آن ساکن جبری دیده خود کاپیتان نظرزاده را به دام افتاندند و به حبس کشیدند. ماه فوریه سال 2022 دادگاه او را در بیرون رفتن از حد وکالت خدمتی گناهکار شناخت و به 3.5 سال زندان محکوم کرد. در تاجیکستان شکایت‌ها از کروپسیا و رشوه طلبی و تماجوی کارمندان مقامات از جمله کارمندان میلیسا زیاد است، ولی موردهای تا به دادگاه رسیدن و محکوم به زندان شدن افسران قلب دست به گفته حامیان حقوق انگشت شمار است. در اکثر موردها پرونده های کارمندان به دست افتاده مقامات در مرحله تفتیشات حل و فصل می شوند و یا در دادگاه هم با یگان جریمه آنها را از جوابگری خلاص می کنند.